در قرن 21 آخوند ابله سیستم قضایی و جزایی را که مربوط به 1400 سال پیشه سعی میکنه در قرن 21 پیاده کنه. پوفیوزا چند روز پیش یه بدبختی را که شراب خورده بوده به جرم شرابخواری اعدامش کردن. بعد از این اردنگا میپرسی که این قانونی که یه شرابخوار رو باید اعدام کرد از کجا آمده؟ میگن که اگر کسی 2 بار به جرم شرابخواری حد برش جاری شد، برای بار سوم باید اعدامش کرد. میگی این قانون کجاست؟ از کجا آوردی شما؟ در قرآن هست؟ میگن نه، در قرآن نیست. موقعی که قوانینی یا چیزی که در قرآن نباشه ما آویزون میشیم به حدیث و به سنت و به روایات. روایت هست که امام جعفر صادق پرسیدن، فرمودند ایشون که حد شرعی برای شرابخوار همون حد قذفه. حالا قذف چیه؟ قذف یعنی کسی که ناسزا بگه، ناسزای ناموسی به یکی دیگه بگه یا به پیغمبر و امام توهین کنه. چون یه شخصی که مست میشه از خودش خارج میشه، یعنی اختیارش دست خودش نیست و ممکنه فحش بده، و چون برای فحش حد 80 ضرب شلاق 2 بار و دفعه سوم اعدام هست، پس اون حکم برای شرابخوارم قابل اجرا شدنه. شما فقط نگاه کن قوانینی را که به عنوان قصاص نام میبرن، اینا را حق الله و حق الناس میگن. قوانین قصاص را حق الناس میگن، حدود را حق الله میگن، که همش هم فکر میبینی راجع به پایین تن است. زنا، لواط، مصاحقه است. مصاحقه یعنی 2 تا زن با هم دیگه کاری کنن. بیادت یعنی قوالی کنی، جاکشی کنی. یعنی تمام اینا، یا تفخیز یعنی بمالی به یکی. آقایون فکر و ذکرشون در همین مسائله. بعد میان از یه همچی قوانینی در قرن 21 دارن استفاده میکنن. نه آبرو برای خودشون گذاشتن، نه برای مردم بدبخت ایران و نه برای کشور ایران. این آقایون قضاتی که یه همچین احکامی را صادر میکنن باید متوجه باشن اسم اینها ثبت خواهد شد، نام اینها ماندگار خواهد بود، همون جور که اون افرادی که در اوایل انقلاب احکام قصاص و احکام از کوه پرت کردن پایین مثل فهیم کرمانی و مثل اون پوفیوز، اون دختر 17 ساله‌ای را که در شمال به علت اینکه فقط نتونست بهش دسترسی پیدا کنه اعدامش کرد، اسم این تمام این قضات ثبت خواهد شد و اینها باید یک روزی جوابگوی این احکامی که صادر میکنن باشند. در قرن 21 دیگه کسی را به جرم شراب خوردن اعدام نمیکنن. آقایون کار مثبت ازشون بر نمیاد، فقط برای اعدام آماده هستن. بعد خجالت هم نمیکشن. اینا اون کیان؟ تمام قوانینشو از همون امامایی میگیرن که ما میریم براشون مقبره درست میکنیم. شیادا و پوفیوزایی که در کربلا و نمیدونم در نجف و در اینجا و اونجا ما برای خودشون و پسرها و نوادگانشون میریم امامزاده درست میکنیم. ناراحتیم چرا وهابیا قبر جعفر که یه شالاتانی بوده این را خراب کردن، قبر نداره. مایی که در خونه اینا را گرفتیم، اینا عامل بدبختی ما هستن. یه داستانی از امام جعفر صادق من شنیده بودم، خیلی جالب آدمی بوده. این شخص یکی از کلاشترین افرادی بوده که در یه مقطعی در این مملکت، در کجاست اون طویل عربستان زندگی میکرده. نوشته که یه زوار بحرینی همیشه موقع که می آمدن برای حج یه سرپرستی داشتن، ایشون میرفتش خدمت امام جعفر و خمس و زکاتی را که جمع کرده بوده تقدیم ایشون میکرده.
بعد یه بار میاد پیش امام جعفر میگه که به من هر دفعه میام اینجا با خمس و زکات خدمتتون میرسم، یه چند روزی هم مزاحم شما میشیم در ایام حج. من یه پولی خدمت شما میدم، شما یه منزل اینجا برای من بخرید که من دفعه دیگه میام مزاحم شما نشم. امام جعفر میگه حرفی نیست، یه پولی میذاره پیش این جعفر و میره. سال بعد که میاد و خمس و زکاتی میذاره باز جلوی مفخور و میگه که راستی راجع به منزل امر فرمودید برای من یه منزلی تهیه کنم. گفت بله. نوکرش صدا کرد، گفت اون سند منزل آقا رو بیار. وقت نوکر یه کاغذی آورد و یه صندوقچه آورد و توش یه کاغذی در آورد و دید نوشته که آقای فلان در بهشت یک باب منزل جنب منزل علی روبروی حسین، نمیدونم جنب بغلش فاطمه فلان، خلاصه خونه‌ای برای ایشون در بهشت خریده بود. یارو هم خوشحال و خندان سند گرفت که اینو میذارم تو تابوتم، موقعی که مردم مستقیم منزل در بهشت دارم. یه همچی شیادیه، یه همچی کلاهبرداریه. ما اینا عالم میدونیم که هیچ علمی نداشته، هیچ کتابی از این دیوز صادر نشده و نوشته نشده به وسیله این شخص. و اینا اون افرادی هستن که ما فعلا به علت روایت هایی که اینها روایت کردن قوانینی بر ما اجرا میشه که برای حیوان اجرا نمیشه. توف به گور پدر داخل که مردم به چه ذلت و بدبختی رسوندی که هر روز به طرق مختلف فقط نابودشون میکنی. توف تو روحت باشه. AvageBooth.com